سلام بچه ها، چطورین؟ خوبین؟ آقا یه سوالی، اینا که هست لولشون خیلی بالاه، مثلا دندوناشون رو لمینه کردن، کامپوزیت کردن تو صورتشون، حالا لباشون، دماغشون و هرچی. بعد البته این فیدبکی که احساسه که من ازشون میگم، فیدبکی که من میگم شاید واقعا اینجوری نباشه، قضاوتم قرار اینجا کسی بکنیم، من فقط دارم طرز فکر خودم میگم. بعد اینا کلا توی جمع که میری یه سریاشون، من حرفم با همه نیست، یه سریاشون احساس کنن یه لول بالاترن. خب من یه سوالی دارم، شما که یه لول بالاترین، بعد با همه اونایی میپرن که مثلا اونا دندوناشون رو مثلا کامپوزیت کردن، اونا که اینطورن یا مثلا اینجوری، بعد اصلا بقیه رو نمیبینی کلا آخه اینجوری. آقا شما هیچ وقت و زیبایی بیرون قشنگه و خوبه، اصلا هرچی که زیبا کنه خب قشنگه، اصلا منکری، زیبایی رو همه دوست دارن. بعد شما هیچ وقت فکر کردین که آقا هیچ وقت حالا درون رو از درون کوبیدین دوباره بسازین؟ یعنی به اصطلاح خودم، چیزی که خودم تجربهش کردم، هیچ وقت به نیو ورژنتون فکر کردین؟ خودم که اینجا نشستم نیو ورژن خودمم، انقدر باحاله، انقدر این موضوع خوبه، انقدر این موضوع بزرگه، انقدر این تایتل قشنگه که همه چیزها رو در بر میگیره. یعنی اگه شما اون نیو ورژن خودتون رو بسازین، نیو ورژنی که واقعا میدونین خودتونین و همون که میخواین باشین، من احساس میکنم انقدر خوبه که شاید نیاز به خیلی چیزا نیست. یعنی یه سری هستیم پشت این چیزا قایمیم، اون خوبه که آقا انجامش بدی، کسی نمیگه بده یا خوبه، ولی تو همه چیت آماده است الان دیگه بری. یعنی تو فکر میکنی که شاید لولت بالاه، ولی از درون چی؟ از درون تونستی نیو ورژن خودت، اصلا از درون چقدر خودتو قبول داری، تو این کارو کردی که پشت اینا قایم بشی. بعد آدمای دیگه هم البته که خیلی همونجوری میبینن تو رو، اونطوری میبینن، یه لول دیگه میبینن، شاید اونو ملاک پولداری بزنن یا هر چی، ولی واقعا از درون چی؟ از درون چی برای گفتن داریم؟ واقعا چیزی برای گفتن داریم از درون؟ به این تا حالا فکر کردین؟ اصلا میخوام بدونم با این واژه آشنایین؟ با واژه نیو ورژن خودتون آشنایین؟ تا حالا به این تایتل فکر کردین؟ خیلی تایتل جذابیه و من خیلی دوست دارم تو همه پستام دربارش حرف بزنم و میزنم، چون این خیلی چیزها رو در بر میگیره، اینی که شما نیو ورژن خودتون باشین. خلاصه که دوست داشتم اولین پست رو درباره نیو ورژن بذارم، تایتل خیلی جذابی از لحاظ من. نمیدونم چقدر بهش فکر کردین، اصلا بهش فکر کردین؟ ولی خیلی چیز خفنی. همین امسال میشکنم رکورد خودمو، هدفم مثل سیبلن و من شبیه یه کلت پرم و سلام به نیو ورژن، چون من قبلی رو باید دفرم کنم و جای افکار منفی انگیزه میدم خورد مخمو.